برام درد میکنه تو مادرمه تو دست خور بگی ربم سرمه تو دست خور بگی ربر نداره با اینو ولی به خیلی خوشی نچسبیده اینو به این رقم برادر نمیشه صعب خوبه ترشون الله یار جان تو را مایون چی میگی چه بم مخی چی خونه میگی مکبم مخی چی خوب گفتم با من میدن تو چی میدم به تو هم یکی میدم کارایی که برار تو میکنه به تو هم یکی میدم خیریت باشی چی خیریت باشه خیریت شما برار بگذاشتین به خودش شما چکار کنو نه بابا چکار لالی لا چی کار لالا نیرالله کار شده ایشته چکار شده از عد بگذاشته برار تو گیلک تا کبیه 7 بار به تمامی منطقه ببرده اشته برده تو بگیر نگاه کو سواد داری بگی نه برار من سواد ندارم داری چی فایده که با تو نشوندو شما بخونی ما اگر سواد میداشتم که خود من میخوندم بچه رو جنجال داری وقتی نخوندی نمیفهمی گپ کجایی کجای برار تو حالی کدی برار نه همین برار تو گیلک کجای میگم بابا بگو بفهمم من لالی با کجای نشوندی جو خبر نداری چند داره باشی چکار باشی چکار شده دستر به تو میکنم به تا همینجا لغت میکنم به تا جون لغت میکنم نکنی حال کسی نبوده که من همین گفو بزنه چکار باشونه چکار نگولا چی قیقداد داری؟ من سر زمین خواه خستم بیام چی گفه؟ ها ایشتا چکار رو رمزون من سواد ندارم این بگه من سواد ندارم تو بگیر بخون شما بخونی لالا تو بخون که من دنیا به سر بدر گرفته آخه تو بخون چی گفه؟ قیق نکش طاقت من نمیآیه امروز برای خود من نشون بده که کجاه کی گیلک به خدا مگر بگیر من افتکه اگه من با تمام اینجور پست نکنم چی نوشته همیشه در قلب منی با اتفاق گیلک زبده برو رمضان برو این چی لالا شما کار نداری چی گفه؟ هیچی برو خلاص اگه برو قیقدات میکشیم به سر هم دگر من از اینجا بخستم بیامدم قفی نیه شما به خدا شو بدیم بری سرکار خود ها؟ بری سرده بیخ گلوتو بگرفت انو گفی نیه نیرولا به اوش خونیه نورالله چکاری دهلیز پیاده روی کنی که ایترامی رالی خیر بینی لالا خیر بینی تشکر خیر بینی که بابا فهمیدم خیر بینی تشکر خیر بینی چی سیه لالا نیرولا خونه وعده دیه بری نفهمیدم که شما چی جنجال داره من جنجال میکنم بابا نمیدونم بشنیدی در گرفت ببخشید بگی چیکار کنم حالا برار تو خود نشون ده برار تو با کجاه گیلکشی عدم بسه را باشه ناجوره و برار خب بگو نورالله برات تو میگرده پست تو گفته میکنم خور بزینی نماز گفته الا نمیکنم ببخشید بچه من دی. رفت مجرد خیلی میکنم معذورت خیلی به درد من نمیخوره تو صبر بکن من به رادیو میگردم خونه به خونه سرا به سرا میگردم تو رو پیدا کنم مگر دگه اشتباهات به سر نورالله نکنه بفهمیدی چی میگم بابا فهمیدم سیکو ایاد ببرم که من به تو بگم بد که دولالا سیکو با برار خب بگو نون نمک و تور بشرمونه چند دفعه میخونی نمدی به تو نون دادم خرد دادم عزت احترام کردم بخشی مجرد میکنم برای نمک برام بخوردی نمک دون برام بس کستوندی بری برار خمی تا بگو نورالله برات تو سر سرگردون میگرده بد که دولالا بعد نکردن تو برار تو همه تا چیزایی راست میگه صبر بکن به تیار میکنم ای رنگه که تو گیلک به خاک شده ای بینده پاسه یک من محبت که نورالله به تو کرد تو به خواری بری نامه بدی آخه کم سر سفره کازی این چیزی کم نونه نمکنی خودی یکی دیگه به تو کمر چکسته بگه نکنی کارا خو هر که دیگه دیر سعدی صادر بالا کرده این عقلی به این کارا نمیکشه تو سیکو با این تارتوق بگری که بری پیشگونیه برادر نامه روشته کنه بچم رمضان چی بخو امیق در یاد منه گو با اتفاق گیلک هر کی بیده به گیلک یاد داده گیلک عقل و کمالی نمیکشه این کارا فکر کن دهنه این که با حقیش دمینار بسته ببور باشه من به سرا بیام اما نورود این که نمیشه مگری جلو عباس قدی بگیری هیجیره سیکو که من چی میگم من یک میشنو
بودم برات لام کلم قلقلو کردم حال با تو هم خدا بجا بقت خوب و چی شما ملامت بابا نروز چی کار داره که با عباس فهمی داره بگی لن نامی می نویسه که با برای بدم خواه نیرولا اصلا نمی گپ تو من قبول ندارم نه گپ تو قبول دارم نه گپ گیلکه گپ بچه خود خو قبول داریم آه چری چری ببین کوچه کم سواد داره بابا مردم سواد داره سواددار خیلی با گیلک و عباس خودی هم سید بای هم رفیقه اونا مدام گپ میدارن خودی هم رازونیان میکنن این گپ نمیشه وعلیکم خجالت کشی میگو سامدو همون چوبا کمون خطه بخوندی که نورولا من ما سخت ولا کنه بزنه به تاجو چی رقم بود تو بگو من این مامونه رو خط همون خط نوشته بود همیشه در قلب من ایزه بده خوب اتفاق گیلک نوشته برات تو گیلک تو هزینا نوشته کده ابا میگو کجی جون هی با من ندارم به تا سر رو بتر خونیم یک گفت گفتی میده خودی کجا قطع خبر بفهمون بچه خوب من یک چیزی به شما بگم خوب به من ربطی نداره نامر بچه شما نوشته کرده به گپ گیلک منتها هم بچه شما نمک بهرومه هم گیلک بچه شما به زی خاطر نمک بهرومه که گیلک نمیفهمه ساده با آدمی حق همسایه داریر به خاطر نورالله میفهمید بفهمیدین؟ خوب انانک اگر بچه شما نوشته نمیکه فرض مثال به پیش یک آدم مثل من میره میامد میگم این نامر به من نوشته که من به تگوش گیلک میزدم چون نورالله همسایه مانه شما هم همسایه مانیم اینا هم همسایه مانم آدم نباید نون متکرم بخوره نمک دونیرم بشکنونه اونا 50% بچه شما نه 50% اگیلک برار از اگیلک گیلید نیه اون سادیه براده رمزون جو حالی مامی گپ بزنون قبول کن چنین نکنی ملامتی کلاخو پیش خو قیدی کنی کاکا کلاخو ما پیش خو قیدی کدوم چری که کارا میکن بخونم بچه بیعقلی کده برو تو چرا بیعقلی میکده او که ساده شما با از ساده تر شدیم گیلک ساده بچه شما عباس وشیاره اگه ساده کداری بدو بستو اشنا سادیه خوبه دیگه بچه شما اگه سند خورده بیعقله کداری پیازی بستو اولی 20 سند بچه شما نمک بهرومیم شما نمک بهروم بچه شما نمک بهرومه برار از نمک بهرومه رمزون گپ زدن خوب بفهم گپ زدن خوب بفهم دیگه دارین شما مردم به سر آدم ما کو کار ندارم خوبیت نداره اگه این کار به این معامله این نامر برار اصلا نه قبول نداره که بچه می کار کرده باشه صحیحه شما کی با پاس بیاره به سرگاه اینه زلفان اکبر تاریر بابو چی میخوایی از این حال خرابو ای تو که با ما سر یاری نداشتی چرا نیم شب هایی بخوابم ای نازنینم خدا قسمت کنه روی تا ببینم بخون که تو غیر از خوندن دیگه کاری نداری چوری های دست تو قشنگه سعد به دست تو خوشنمایه ایلا دی چیه؟ دی چیه؟ شرم کن حیا کن خجالت کن نمک بارم نمک ناشناس این کاریه که تو کردی به جو پیش گولی بگیری که نامه نوشته کردی او هم بخواه نورالله تو شرم نداری برو تو حیا نداری تو خجالت نکشیدی همین نورالله به تو چی نمک باری میکرده که تو خودی همیته میکنی ما نوشته نکنیم تحقیمه نوشته کرده یا مادره که وجود تا باید تو بیسوادترم بگو که زن من باشردی اگه کسی من نوشته کرده باشم این
عباس این عباس نوشته کرده اشته عباس نوشته کرده کی؟ اشته عباس نوشته کرده این همیتر عباس نوشته کرده گفته که او یک روز نسته بشی ایلا نورالله با خدا ماست من اصلا اخبارا کنه بدنم زمین که یاد دعوت نمون بگفتی برای تو کاری میکنه رمزون نامرگری خود من که سواد ندارم چی نمیشته بیده؟ نه چون چی نوی تماغ کی فلان چکار گپا مفتی عیاد مبر از وقت خودی نورالله در مقلب نکدم تا کم عیاد مبر این کارا خو نکن ایلا نکن روی تو خدا ببینه ما عقل کمال من نمیکشه چیز عقل کمال تو میکشه برون توش گولی عقل خوب به سر جا خوبی یار حقیقت تا چی نمیشی شطور که عمال به پیش تو نواسی تو حساب نمیشه و قطع همون بی عقلیه با من نمیشته که گفتک نمیشته که نه چیزه بگو تو یک روز تو مستونه ایلا گپ با مفت نده برارمه عباس بیکاره بیای خود خوب جنجال بنده از طرف تو خط نوشته کنه به خوان نورالله خود خوب جنجال نورالله چلی بنده من نمیگم تو بگو بمی کار مونده عباس بایسته بچه خوبیه او به این کارا و اگه کارا بعدی میانه یکی تو خوبه یکی عباس خوبه یکی هم نمیمه ایلا استخوناتو به تاری خونه میده بالاخیر تو باشه ایلا ما عقل من نمیکشیده عقل توشی این تو گفتن به اتفاق گیلک نمیشته کن به اتفاق گیلک نمیشته کن یعنی تو یک دلی یعنی تو آدم نمد معروم نمد ناشناسی 24 ساعت به ساعت سفره قاسی همونی رو نشستی با خدا چه دیگه بار میکرده بینامه چیزه؟ نه نیو من که میگو تو قاسه میزنی که نمد معرومی تو به قد نمیفنی نمکوی نهارومه چیزه؟ من چی میگم این چی میگه؟ خود تو میگی نمکوی نهارومه خدا یعنی در مقصد یا میگو تو به قد نمیفنی من آجور رو بتازی خوب شد و ناجور شدی انمی قام داشتی همون که میگه قام نداری بود به خرکتی تونه با خوب شد این لگت میاد تارمی تو درد بکنه دارم بکن که باید بیای دیگه دیگه چی شدی؟ بیازی پیش که نمیشیم به خدا آدم از تو نباشه دفتر بلا بدونه اونا رو میرم به پیاده عباس میگم مامان روز بچه شما نمیشته کرده من عقل من نمیکشه بچه شما نمیشته کرده من اگه لولا بزنم بیایم بچه خود بگیرین جلوی برو که تو به خیر خوشی به تم کوچه فرش زمین میکنه لولا بیاد و قسم میکنه میگه دیگر به تم حال بدر نمیشه اگه قلما پایای نشته تو من اسم خو میگردم تو سعو بکو